آلو پیاز سونزی تومات. تره غذا چقدر بازارکو شلوغا. مامان تا بریم جلوتر آخر یه چی گیرمون میاد. ای مامان خوشه، مامان به خدا خوشه، مامان خوشه. چه خوشه؟ همون لباس که سمیه داره به خدا خوشه. اون پرپریکو که دکمه‌اش الماسی سوز بنفش هم داره همه چی. مامان به خدا خوشه. تو خود 10 تا لباس داری ای دیسی چنته. یعنی سمیه داشته بود من نداشته بود میمو. ای جرأت داری خب برو داخل دکون کن. ای جفات قلم نکنم بلم تو جیبه. مامان بیا چه شما حالم ندن نکشم بریم. بینم مامان. آقا سلام خوش آمدید. بفرمایید. آقا ببخشید اون لباس پرپری آبیه رو میارید؟ چشم بفرمایید. عجب سلیقه‌ای داری. عجب لباسی انتخاب کردی. سر غذا چقدر بی‌مراسه پسندشا. وای مامان چته وای قلبم خدا داره جگر ترکم کردی. وای مامان کفش سمیه. تو خود تازه کفش گرفتی خب. آقا لازم نیسته نمیخواستیش بیاری؟ با چه لازم نی. این کفشکو و جومهکو اصلا مثل همن مال همن. بعد این کفش گاو هلند بوی چرم گاو هلنده. نه فقط گاو هندی. کدش مال هندی. بوی من گفتم نیارش. آقا نمیخوام بیاریشا. دختر دلش خواست چه مانه داره. پیلچه که دسته. وقت چه کفشکو نازه. مامان یعنی سمیه داشته بود من نداشته بود. چقدر تو خانه کی؟ مامان خود زنه لکیچه هر وقت سمیه میونه چششون در میاد. باید چششون سیمانم داره. خدایا و دست تا. ای مامان کیف سمیه. آقا کیف لازم نداره نمیخواه بیاری. سیکو دخترام دست رو بهترین کیف دکوناییه. همش چرم اصل سوئیسه. وای مامان مرسی که برام میخوای کیف بخری. تو بهترین مامان دنیایی. ما غلط بکنم. آقا شما دستمال مثل سمیه هم داری؟ بله. جوراب چی؟ اصل جروب خواه. یه مانتو دیگه سمیه چی؟ ها نداریم. این ناشتاق بعدم دکونمونو بیاندیم. وی چقدر خوشه. آقا بی زحمت همشو برام بیار. تو چش همه درات. باشه سزات میرم. آقا چماق سمیم داری؟ بله و بلتک. هرچی دختر چیش سفید میگوستش میاره. کاملش پر لباس و کفشه. چه لازم کرده یه همه چی بسونه؟ حالا این کلاسه که مثل فلانی برو بگرده. آقای فروشنده جرأت داری یه دقیقه وایسا. الان سیب میبام. دختر کوچیله. مامان